ما همون در یک جامعه زندگی میکنیم. کسی را از مسجد دیسکوتک، کسی را از دیسکوتک مسجد برده نمیشه. یک کاتگوری میخواد در همین دیسکوتک باشد. برای ما من تکرارا گفتم که این برای ما مثلا همین گونه یک خصوصیتی و یک کسب کرده. در فهمیش ما که اونجا جای فحش باشد، فجور باشد، چیزی دیگر باشد. شما میرید یگام داخلتون. شخصا من یگام مراتبه میدرایم در همونجا یگام چیزی دیگر را نمیبینم بغیر از همون تالاری تاریک. همه در جای خودش شیشته کسی میخواد رقص میکند، بازی میکند. یعنی که جامعه را همه را با یک سم برده نمیشود. در یک جامعه آزاد زندگی میکنیم. مثلا همه را مسجد یا همه را دیسکوتک برده نمیشود کو. یعنی که دولت امروز برای همه امکانیت کرده است. مرحمت میخوای مسجد را، میخوای دیسکوتک را، میخوای کتابخانه را، میخوای مثلا طربخانه ها هستند که در اونجا با حضور شیشته مثلا نانتا میخوری صحبت میکنی، میخوای طربخانه دیگر را که مثلا اونجا موسیقی زنده است. من نمیدونم همه شرایط است. شخصا من در شکلی مثلا دیسکوتک را من در شکلی که اونجا کدام چیزی منفی باشد و من برنامه مشخص قبول کنم که در همونجا رفته مبارزه برم من نمیبینم. نماز خوندن. من شخصا نماز شما من در گفته هستید که کدام یک برنامه داره. شخصا این یک الټرناتیو است. کسی قبول ندارد مرحمت نرود داخل. لیکن هست در جامعه انسان هایی که میخوان در همین خیلی محیط زندگی کنند. حاضر اگر همین بنده همین کاتگوریا با آواز میبرورن که چقدر جامعه دموکراتی است که در اونجا دیسکوتک نیست. ما در یک جامعه دموکراتی زندگی میکنیم، در یک جامعه دنیوی زندگی میکنیم. یعنی که هم با ارزش‌های دنیوی احترام میگذاریم، هم با ارزش‌های دینی. بعضا همین من میفهمم، من احساس میکنم که مثلا وقتی که دیسکوتک میگیم بسیاری گویا اونجا یگام جای باید باشد. من نمیبینم. اگر میبخشید دیدیم که بعضا اگر فحش و فجور اگر کردن در کار باشد لازم باشد در دیگر جام کردن و این چیزا رو هم دیدیم. برای همین این جامعه است. این جامعه است. من شخصا یگام چیزی منفی نمیبینم. کسی نمیخواد یگام کسی ما مجبور نمیبریم، تبلیغ هم نکردیم. آیا شما دیدید جایی که مثلا ما تبلیغ کردیم که همه مثلا وایشه و دیسکوتک کرده یا جایی دیدید که ما تبلیغ کردیم که همه این جامعه آزاد است. جامعه آزاد است. برای همین چخیلی که مثلا ما میگیم که چخیلی یک جامعه آزاد است که مسجدها را میبندیم همین گونه قبول میشه داخل. اونم با مثلا وای خودش دارد گروه معینی است که به حیات خودش به این چیز تصور کردن نمیتونه. من نمیدونم این طبیعت انسان ها است داخل. برای همین طبیعت سازش کردن در کار. با همین طبیعت سازش کردن در کار. برای من شخصا یگام چیزی منفی نمیبینم در اینجا که مثلا مخصوص برنامه قبول کنم. درست است. من حاضر میدونم که من موردی مثلا وای قرار میگیرم. شخصا من قبول ندارم زن و دخترم من نمیفرستم. خودم نمیرم. اگر یگام مراتبه رفته باشم برای که همونجا من بینم که چی محیط است جوانان طبیعت من دا سازگار نیست. شما درست قبول کنید. من تبلیغ نمیکنم. من بعضا نمیخواد پرس کنفرانس را صحبت میکنیم بعد مورد هجوم لفظی بعضی اعضای گروه‌های ارتجاعی قرار میگیریم. زن تا فرست، دختر تا فرست. ای برادر من نه زنم میفرستم نه دخترم من ترام نگفتم که زن دختر تا بر. یا که مثلا کدام چورابینی کمیته کار با جوانان نمیخوای هست لیکن کسی دیگر هست که میبیاد کمیته میگه فرزند من با چورابینی دعوت کنید. کسی دیگر هست که مثلا شاید برای یک چیزی معمولی باشد که دخترش یا پسرش بیگانه بیاد پدر مادر خیر من همراه رفیقام مثلا فلان مؤسسه میرم. این جامعه است و این سازش کردن در کار با خواست مردم. خواست انسان‌ها را احترام گذاشتن. اروپایی‌ها بسیار شدگان جناب. اروپایی‌ها اومده ایستاده مثلا من نمیدونم. شخصا من چیزی منفی نمیبینم که مخصوص برنامه قبول کنم. اگر یگام خطر به دولت باشد با حتی منفیت‌های ملی باشد ما در این مسئله بسیار حساسیم. شما میدونید حتی اگر با منفیت‌های ملی با ارزش‌های ملی ما خطر باشد یک روزه کار است. دولت در همش میبندد. این چیزی مثلا وای نیست که مثلا من برنامه کنم آیسته آیسته مبارزه برم که بیا زهر پیچک برای جامعه ما را پیشونده گرفته است. من شخصا یگام چیز نمی‌بینم.